در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. ما برنامه را زیر عنوان افغانستان سرزمین مظلوم ضبط. قبل از این ما در نوشته هایم اکثرا افغانستان سرزمین مظلومان می، ولی از بس که ما در این مظلومیت خو گرفتیم، جدی نمیشیم، نمیخوایم با هم دیگه سازش کنیم، هیچ کدام ما از تمامیت خواهی که داریم کوتاه نمیاییم. یک چیزی که پاکستانی ها اگه متوجه باشین میگن این گروه های توریستی باید تحت کنترل باشه. این بسیار یک جمله جالب است، گروه های توریستی باید تحت کنترل باشه. این هم باید بفهمیم که پاکستانی ها به این صورت نمیخوایم که گروه ها به صورت تمام وقت از بین، بلکه میخوایم گروه ها یا گروه های توریستی یا هر گروهی که از اینا تحت، یعنی به یک نوعی از آنها کنترل. نقش خط دیورند در جنگ اخیر چی می‌بینید؟ اسرائیل حملات شدید در فلسطین کرد و چی جنایات کرد. یکی از دوستایشون خود مودی نخست وزیر هند بود که یک جنگ برانداخت با پاکستان. حکومت‌های افغانستان و مردم افغانستان که ذلیل و خوار شدن از طرف پاکستان که شدن یک علتش اینمی خط است که اگر خط اونا در تشویش هستند، اینمی تشویش از هم ای را به اصطلاح بر ما شما روشن میکنه که این خط است، سرحد نیست. تنها یک مسئله که سر پشتون‌های افغانستان ظلم شده و اونا از سواد و از اینا مخصوصا محروم ماندن، در این قسمتش من موافق نیستم. در کشورهای دموکراتیک وقتی که قرارداد امضا میشه از لحاظ از لحاظ حقوق بین‌المللی این میره به پارلمان، بعد از اینکه پارلمان پاس میکنه بعدش مریول اجرا واقع میشه. ولی در کشور در حکومت‌های مطلقه مخصوصا در اون زمان دیگه پارلمان وجود نداشت. همون نماینده همون شخصیت حقوقی که چی رئیس جمهور که نبوده، چی پادشاه بوده، چی گورنر بوده، همون که امضا میکرده به عنوان نمایندگی، اونم قرارداد رسمی بود و قرارداد قانونی و در سطح بین‌الملل قابل شناخت. در این برنامه صحبت‌های شد در مورد جنگ افغانستان و پاکستان و اشارات هم به هند شد که به نظر من خیلی کارساز بود، چون احساسات عمومی عجیب به نفع هندوستان است. اگر رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. با سلام به بیننده های گرامی، امروز 30 میزان 1404 22 اکتبر 2025 است. ما برنامه را زیر عنوان افغانستان سرزمین مظلوم ضبط میکنیم. قبل از این ما در نوشته هایم اکثرا افغانستان سرزمین مظلومان میگویم، ولی از بس که ما در این مظلومیت خو گرفتیم، جدی نمیشیم، نمیخوایم با هم دیگه سازش کنیم، هیچ کدام ما از تمامیت خواهی که داریم کوتاه نمیاییم، به شکل نژادی، به شکل مذهبی، به شکل ایدئولوژیک در مقابل هم بسیار به سختی ایستاد میشیم. به این خاطر به نظر من افغانستان مظلوم شده. یعنی اینمی سرزمین، این سرزمینی که معادن داره، اقلیم متفاوت داره، گرم، سرد، متوسط، میوه داره، همه چیز داره، یعنی از نعمات خدا برخوردار است. اما چون با هم نمی سازیم، اینقدر خوار شدیم که سرنوشت ما سالهاست در دیگه کشورها تعیین میشه. از کودتای داود خان که شروع کنیم که کمکی رنگ و بوی اتحاد شوروی داود دیده میشد، بعد کودتای هفته ثور که او رنگ و بو تیره تر شد، بعد دولت مجاهدین که در پارلمان هاوس راولپندی تیار شد و بعد از او طالبان که از قندهار شروع کرد و نیروی خود از یونیکال شرکت بزرگ نفتی امریکا و بریداس آرژانتینی می گرفت، از اونجا تقویه می شد تایی که پایپلاین صحرای قراقرم در آبهای هند برسه و بعد از او قرارداد بن امضا شد که این قرارداد بن برعکس آنچه که در زبان عامه افتاده، به نظر من یکی از قراردادهای جامع و تاریخی در افغانستان بود. البته معایب داشت، از جمله معایبشی بود که
مناصب به اساس قومیت و نژاد تقسیم کردن. اما خب هیچگاه در طول تاریخ نمیشه یک قرارداد بدون نقص و عیب پیدا کنیم. اما فوایدش من باب مثال دانشگاه ها در کابل زیاد شد، ای که چقدر معیاری بود نبودی یک بحث است که باید بررسی شود، ولی حداقل زیاد شد. مکاتب بسیار فعالانه آغاز شد، سیلی پول در افغانستان سرازیر شد که اگر مدیریتی به حد داود خان می بود یقینا چهره تمام افغانستان و چهره پری از قلت ویتامین وطندارای ما تغییر میکنه. برنامه در این مورد است. من مقدمه را به شکل یک یادآوری گذشته نزدیک گفتم تا دوستا حضور ذهن داشته باشه و در این مورد فرمایشات خود بگوین. حال ما کم اسپاریم با عاطف صاحب. با سلام مجدد بازم خدمت شما، خدمت بزرگوارایی که حاضر هستند در برنامه و مخاطبای رادیو کتاب. شما یک مقدمه بسیار بسیار جامع ارائه کردین. تمام موضوعات افغانستان تقریبا در 40 سال گذشته در بر گرفت، البته به صورت فشرده‌اش. تماس ما البته می‌خوایم تماس بیشتر ما روی از این مسئله باشه، روی مسائل آخری، روزهای آخر عملاتی که پاکستان بر افغانستان انجام داد. بازم مظلومیت افغانستان و افغان هستند. اولا این بگیم که خب جنگ که به وقوع پیوست یا عملاتی که صورت گرفت به هیچ وجه جنگ مردم افغانستان نیست، اون نبوده. دومی که طالبان به هیچ عنوان نمیخواستن و نمیتونن با پاکستانی ها بجنگن. این گروه صفوفی که اوجا مثلا ویدیوهایش نشسته بود والا مولوی صاحب و پای مردم های صفوف همیشه قربانی هستن، مردم های احساساتی هستند و معمولا قربانی میشن. ولی کلان های طالبان به هیچ وجه قدرت جنگیدن با پاکستان ندارن، به خاطر از اینکه اینا در پاکستان تجارت دارن، اینا در پاکستان خانه دارن، اینا در پاکستان جایداد دارن، اینا فامیلایشان در پاکستان است، اینا اولادایشان مخصوصا طبقه اوناست، قطرایشان به مکتب و فاکولته و دانشگاه و یونیورسیتی و پوهنتونا میره. دلایلی که وجود داشته چرا اینا این عملات انجام گرفت این شاید یک کمی مهم باشه. اولا این بگیم که چطور پاکستان، اگرچه که پاکستان بار چندین بار اولش نبوده که به افغانستان حمله میکنه، راکت پراگنی میکنه یا بمباردمان میکنه، اما در مراتب‌های قبلیش دولت طالبان خاموش بودن، در این دوره تکانی به خودشان دادن. این باید بفهمیم که این عملات به ارتباط به گفته‌های آقای ترامپ نیست، به خاطر از اینکه باید ما باشه وقتی که آقای ترامپ صحبت از گرفتن بگرام و دوباره از استاردن بگرام یا دوباره حضور امریکایی در بگرام انجام داد، در اونجا بدون معطلی عاصم منیر میره به ایالات متحده و مذاکرات می داشته باشه که هنوز هم افشا نشده که مذاکرات چی بوده. عمومیاتش گفته شد که در رابطه با مسائل استراتژیک اینا صحبت شد، ولی اصل قضیه معلوم نبود دیگه، هنوز هم معلوم نیست. این عملات هم به ارتباط به اون مسئله نمیتونه باشه که پاکستان به خودش جرأت داد و راستن پایتخت افغانستان کابل مورد عملات قرار میده. و همچنان در این مسئله ایندیا را نباید که زیاد بیگناه جلوه بدیم. ایندیا هم دست دارن، نقش دارن، به خاطر از اینکه ایندیا معمولا هدفشان در افغانستان داشتن یک بازوی نیابتی است و معمولا تلاششان هم است. حتی به یادم است دوران جمهوریت هم کنسولگری در شهر جلال آباد، در صورتی که هیچ نیاز به او گپ نبوده، در سرحدات پاکستان کنسولگری های هندی خودش یک نوع ایجاد تشنج بود، ایجاد یک نوع ناامنی در اون مناطق بود. ایندیا را ما نباید فکر کنیم که واقعا بسیار بسیار دوست افغان دوست هستند، ولی در پای منافع خودشان هستند. این با اونا هم ارتباط مستقیم و تنگاتنگ داره و همچنان سایر کشورهای همسایه هم میخواین شاید بعضشان توقع داشته باشن یا علاقمندی و هدف داشته باشن که توجه جهان از خودشان دور ساخته و به این مسئله منطقوی نشان بدن، جنگ بین افغانستان و پاکستان. از لحاظ نظامی هم اگر شما ببینین افغانستان در شرایط نیست که با قدرت اتمی، با کشوری که ششمین یا هفتمین اردوی جهان داره یا ارتش جهان داره بتونه برابری بکنه. حداقل کشور 300-400 فروند طیاره جنگی داره و میتونه در یک چشم به هم زدن یک شهر افغانستان به خاک خون یکسان بکنه.
با اصطلاح ما قلبه بکنن، شخم بزنه یا قلبه بکنن. اما پاکستانی ها میکار نمیکنن. دلیل داره، به خاطر از اینکه اونها نمیخوان در چند جهت در این مسئله درگیر شوند، از چند جهت، چون در داخل کشور خودشان با مشکلات زیاد مواجه هستند. مسئله پشتونستان است، مسئله طالبای خودشان است. اگر بخواین در این جبهه جنگ آغاز بکنن، مطمئنا با اقتصاد ورشکسته که دارن دیگه پاکستان وجود نخواهد داشت. اما ایدیای چهار بخش شدنش عملی خواهد شد. بعدش هم میریم میبینیم قرارداد صلح است به آتش بسی که صورت میگیره. در مسئله آتش بس هم شما ببینین، بعد از اینکه آتش بس صورت میگیره با میانجیگری قطر و گپا، فورا وزیر دفاع پاکستان اعلان میکنه که این قرارداد بخشای محرمانه هم داره. خودش سوال برانگیز از بخشای محرمانه چی است؟ یه قرارداد آتش بس وقتی که امضا میشه دیگه بخش محرمانش در کجاش است. اما آنچه که در این مسئله قابل تعمق است، قابل بحث است، در آتش بس به یک هدف خود پاکستانیا واقعا رسیدن. و او هدفی بود که اگر شما متوجه شده باشین در قرارداد قرارداد آتش بس آمده که احترام به تمامیت ارضی دو کشور. از لحاظ حقوقی وقتی که شما میگین احترام به تمامیت ارضی، یعنی اونمو ارز را که دو طرف به عنوان ارز خودش میشناسه، اونمو رو شما احترام میکنید. پاکستانیا اونمو تا الی خط دیورند به عنوان ارز خود میشناسن و ما با می قرارداد این ارز طالبان بر اسم نمیفهم عمدنی کار کردن یا از ناگاهی، از عدم آگاهی به مسائل حقوقی. و به یادم است با این که ما نمیخوایم بگوییم که حکومت جمهوریت بسیار یک حکومت منظم و بسیار حکومت عالی بود، ولی وقتی که یک توافقنامه، یک موافقتنامه یا یک قرارداد امضا میشد، معمولا بعد از اینکه از سکتورهای مربوط به هر بخشی که می بود این مسئله می آمد، قرارداد این میره به وزارت عدلیه، در اونجا از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار می گرفت. بعدش این میرفت بر از اینکه امضا شد. گاهی اوقات بعض توافقنامه‌ای بود که فوراً مثل نمی آتش بس و گپا در بعضی کشورها رئیس جمهور یا کسی میخواست امضا بکنه، در اون حالت از وزارت خارجه معمولا از ریاست اداره، از ریاست حقوق و معاهداتش یک یا دو نفر می بود که اونا اکسپرتی گپ بودن، ماهر بودن، در این بخش متخصص بودن، این قراردادها رو میدیدن که از لحاظ حقوقی مشکل نداشته باشه. و احیانا اگر هیچ کس هم نمی بود، خود کارمندای وزارت خارجه معمولا اکثرا فارغین حقوق بودن و این مسئله را یک بار قبل از اینکه امضا شه میدیدن. ولی متاسفانه فکر کنم که اینم کسی ندیده یا ای که من نمیفهم، چون مطمئنا کسایی که اونجا بودن این گپ میفهمیدن. ولی در قراردادی مسئله اومد که احترام به تمامیت ارضیه کرد. و یک مسئله دیگر که آمده ای است که دولت پاکستان از افغانستان، دولت افغانستان میخواهد که حمایت از گروه های توریستی را معطل قرار دی استاپ، خاتمه ببخشه. خود از این هم یک نوع از لحاظ حقوقی به این معناست که شما گروه های توریستی پشت شما است، شما این را تحت کنترل قرار بدین. این از لحاظ حقوقی معنایش این قبول اتهام میگن. شما اگر از لحاظ محاکماتی وقتی یک هم چیز پیش بیاید و طرف مقابل را قبول بکنه، به این معناست که جرمش قبول کرده و واقعا اتهامی که برش وارد بوده این حال به واقعیت نزدیک شد. یک چیزی که پاکستانی ها اگر متوجه باشین، میگن این گروه های توریستی باید تحت کنترل باشن. این بسیار یک جمله جالب است. گروه های توریستی باید تحت کنترل باشن. اینم باید بفهمیم که پاکستانی ها به این صورت نمیخواین که گروه ها به صورت تمام وقت از بین برن، بلکه میخواین گروه ها یا گروه های توریستی یا هر گروهی که اینا تحت، یعنی به یک نوعی از آنها کنترل شوند. وقتی که شما میگین کنترل شود، به این معناست که یعنی تحت اداره شما باشه، تحت مدیریت شما باشه و اینا امیر میخواین. این گروه ها باید باشن، این گروه ها باید باشن. اینا میفهمن که تاریخ انقضای دولت طالبان نزدیک است، شاید بسیار دور هم نباشه، یک دولت جدیدی میاد. بازم به این گروه ها نیاز دارن، به این گروه های نیابتی نیاز دارن، باید این گروه ها تحت کنترل باشن. یعنی به مو خاطر نمیخواین گروه از بین بره، بلکه میخواین گروه ها مدیریت شه. و از طالبان امیر میخواین که شما این گروه ها رو مدیریت بکنید و این گروه های مدیریت شده در بخشای کشمیر تحت اداره هند استفاده میشه، در دولت بعدی که در افغانستان هم به قابل استفاده و جای دیگه هم، حتی در خود پاکستان برای تغییر رژیم، برای تغییر ذهنیت عامه و پاکستانیا از این مسئله بسیار استفاده کردن هم بردن. وضعیت خودشون بسیار بسیار ناهنجار بود. یک ایره به عنوان یک جنگ ملی، یک وجه ملی دادن و مردم افکار عامه مردم پاکستان تغییر دادن، بس یک سمت دیگه بردن و طالبان هم این کار کردن.
طالبان استفاده سیاسی بردن از این جنگ، با اینکه جنگ مردم افغانستان نیست. این یک جنگ ملی نشان دادن و مردم تا یک حد زیاد، چون مردم در سطح آگاهی از لحاظ سیاسی در یک سطح آگاهی بالا نیستن، این مردم هم واقعا رفتن، اکثر مردم از اینا حمایت کردن، اینا را محافظین تمامیت ارضی خود، محافظین استقلال خود، محافظین این آن خود دانستن. در حالی که یک چیزایی نیست. همونطور که در اول گفتم، نه طالبان میخواین با پاکستان جنگ بکنن و نه جنگ در میان است و نه کسی جنگ کرده میتونه. وقتی که شما اولادتان در پاکستان باشه و خانه و تجارتتان در پاکستان باشه، با دیگه جنگ هم کرده نمیتونین. یک همچون قضایی است و من مطمئن هستم که سایر بزرگواران در این رابطه نظرات خودشان دارن. وقت زیاد نمیگیریم. یک سوال است که شما بعد از فرمایشات انجینر صاحب جواب بدید. نقش خط دیورند در جنگ اخیر چی میبینید؟ انجینر صاحب احمدی، ما یک در خدمت شماست، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شخص خودم هیچ جنگ را دوست ندارم. آرزو میکنم که جنگ ها در تمام دنیا خاتمه بیافته، به خصوص به نفع عدالت. یکی از برداشت های بنده ایست که در همین 2 سال که اسرائیل حملات شدید در فلسطین کرد و چی جنایات کرد، یکی از دوستایشون خود مودی خست وزیر هند بود که یک جنگ را برانداخت با پاکستان و در شطرنج ما هم رقمی یک بازی هست، میگه یک دانه تان شما به خور بتین که اگر طرف مقابل مثلا در مقابلشان پیشرفت کنین. اینا به اصطلاح او موفق نشدن، چون هر دویشان هم نیروهای اتمی داشتن، خطرناک بود. حالا مثلا مردم مظلوم افغانستان و مردم بیگناه پاکستان، اینا که از بین برن، حیف است. البته به دید من 2 تا برادرها از بین میره، ولی یکی از دلایلش همین که به اصطلاح مردم از جنایات خود اسرائیل مصروف بسازه. این برداشت ما هست. از طرف دیگه طالبان برداشت ما که دائمی در افغانستان ماندنی نیستن، خودشان آدمای ظالم هستن. نصف جامعه که خانم ها باشه اونا را محروم از درس خواندن کرده، این حق هیچ ندارن. خودشان آدمایی هستن که به زور افغانستان گرفتن و با سازش با امریکا افغانستان گرفتن. هیچ برداشت من نمایندگی از افغانستان نمیتونه. آدمای مثل اسرائیل است که به زور مثلا سرزمین فلسطین گرفته، اینا به زور گرفتن. امیدوارم که هرچی زودتر این جنگ ها بین عزیزا و همسایه ها خاموش شود. تشکر احمدی صاحب بزرگوار. وقتی در رابطه با خط دیورندم، همون قرارداد که امیر عبدالرحمن خان بسته کرده بودن با انگلیس ها، غیر مستقیم وقتی که طالبان تسلیم شود، خط دیورندم چه بگویم تمدید میافته دیگه. عاطف صاحب خدمت شماست. با تشکر مجدد. البته خب به عنوان یک مقدمه قبل از او کوتاه، بسیار کوتاه میخوایم، چون میفهم نگرام صحبت میخوایم. قراردادهای ارضی، ما تنها کشور نیستیم که قرارداد ارضی با یک کشور دیگه داریم، ولی ما یک کم به اصطلاح عامش ایره بسیار سخت گرفتیم. قراردادهای ارضی در طول جهان وجود داشته، کشورها با هم بودن، کشورها کلان بودن، کوچک شدن، پارچه پارچه شدن، جدا شدن، با هم پس یک جا شدن. بعضی اوقات ادعای ارضی هم وجود داشته، مثلا بین فرانسه و جرمنی همیشه ادعای ارضی وجود داره. در لورن و یک قسمت دیگه ایش از که میاله اسمش به یادم نمیاد، و کشورهای دیگه هم هستن در دنیا، افغانستان هم از اون جمله است. ما اتفاقا امروز یک گوش میکردم اخباری گپاره، جربس 2 تا پشتو زبانای، یکی از افغانستان و یکی از پاکستان دیدم. کسی که از افغانستان بود و میگفت که دیورند کرخه نیست، ببینین، بلکه یک لاین است. خب لاین و کرخه فکر تفاوت نداره.
کرخ هم یک خط معنا میده، لاین هم یک خط معنا. لاین انگلیسیش است و کرخ هم پشتوش. و بعدش میگفت که این جزء از خاک افغانستان است و ما سرحد ما در اتک است. و طرف پاکستانی بسیار یک استدلال خوب کرد، گفت ما قبول داریم که تو هم پشتون هستی، من هم پشتون هستم، زبان تو هم پشتو، زبان ما هم پشتو است، ولی من پشتون هستم پاکستانی، تو پشتون هستی از افغانستان. و اینمی سرحدی که ایجاد شده یک قرارداد است که قرارداد بین‌المللی است و اینمی به رسمیت شناخته شده. ما قبل از عبدالرحمن خان دیگه هم تنها عبدالرحمن خان نبوده که قراردادها را داشته. ما یعقوب خان قرارداد امضا کرده، شاه شجاع قرارداد امضا کرده، قبل از اون ما قراردادهای دیگه ارزی داشتیم که میال به حضور ذهن شاید نداشته باشم، نتونم به خاطر بیارم. در این هم ما بسیار اراضی خود از دست دادیم. پس به هم ازی باید چیز بکنیم، ادعای ارزی اگه داریم بالای همش باید ادعای ارزی بکنیم. نمیشه تنها با یک مثلا در یک قضیه محکم هستیم، بعد قرارداد دیگه هم هست. ما بسیار یک وقت افغانستان از یک سمت تا اصفهان مثلا بوده، از یک سمت دیگه تا دیلی بوده. خب پس همیشه خب ما امروز سر دیلی هم ادعای ارزی. و این که شما پرسیدین که چقدر تاثیر داره، تاثیر مستقیم بر اوضاع افغانستان و بر روابط افغانستان و پاکستان. امی خط دیورند یا خط فرضی میگین یا سرحد بین‌المللی میگین یا هر چیزی که میگین، هر چیزی که اسمش میگذارید، اینمی تاثیرات شد. یکی از دلایل ترس پاکستان، یکی از دلایلی که پاکستان اراس داره از افغانستان، اینمی خط فرضی است یا اینمی خط دیورند است. چون با جدا شد، اگر قرار باشه که خط ما احتمالش بسیار ضعیف میبینم که دوباره او قسمت پس برگرده به افغانستان. اگر احیانا شما یک فرض بگیرین، یک مفروض بگیرین که پشتونستان یا اون قسمت تا پل اتک برگرده به افغانستان، دیگه پاکستانی وجود نداره، پاکستان دیگه وجود نداره، اونمو خاتمه پاکستان. و پاکستان به هیچ وجه نمیخواد که دیگه کشوری وجود نو اگزیست کنه دیگه. بنابراین ما بهتر است که این مسئله را، اگر به نظر من فکر میکنم، چون ما ببینین پشتونای همون طرف سرحد هم گپ با ما شما قبول ندارن. پشتونای اون طرف سرحد تا آخرین نقطه که تا سرحد است، شما برین از این سرحد از این پاکستان، بسیار به سادگی میگم، ساده همطور عادی میگم، از این ترخم که اون طرف تیر شوین، نل آب است، برق است، درست است، گاز است، مکتب است، کالج است، پوانتون است یا نیست؟ یا من دروغ میگم؟ بله. ولی شما از این طرف سرحد از ترخم می طرف تیر شوید، آب بر نوشیدن نیست که شما در از طولانش برین، شما را آب پاک داده نمیتونن که بنوش. خب او پشتون او طرف سرحد به هیچ عنوان نمیخواد با شما یک جایش. این شما بفهمین، اونا به هیچ عنوان نمیخواین که با شما. حتی ام خان عبدالغفار خانم که بود، خداوند مغفرت بکنه، اونا هم نمیگفت که ما، میگفت که ما پتان هستیم یا افغان هستیم، به این عنوان نبود که میگفت ما پاکستانی هستم، بیشتر از همه چیز پاکستانی است. و اونا به پاکستان بیشتر به منافعشان است. همه چیز اونا بیاین، همه چیز خود از دست بدن، برق خود از دست بدن، گاز خود از دست بدن، مکتب، مدرسه، سرک، همه چیز خود از دست بدن، بیاین با شما یک جا شوند که بعدش هم یک حکومت اون رقمی. من فکر میکنم، البته من فکر میکنم اگر ما میخوایم که روابط ما با پاکستان بهتر شود، بهتر است که این مسئله را خاتمه یافته تلقی بکنیم و خود ما را و هم این طرف سرحد و همون طرف سرحد اردوش از این بدبختی نجات بدیم. این جنگ تنها در این طرف سرحد نیست، این مشکلات، این جنگ شعله هایش اون طرف سرحد هم است. مردم به اون طرف هم زجر میبینن، در این طرف هم زجر میبینن. خب تو که باشه، مثلا شما ببینید تاجکا در بدخشان هم هستن، یا ما بدخشان افغانستان هم داریم، بدخشان تاجیکستان هم داریم. در این طرف دریای آموز بکار هم داریم، در اون طرف دریای آموز بکار داریم. اما در کشورهای دیگه شما ببینید، خب شما خود نمیتونین که کل اقوامی که مثلا از یک طرف ماندن، خب این خود تقسیمات جغرافیایی به اساس همون مسائل که مثلا مسائل سیاسی که در موقعش با حقوق پیوسته دیگه. شما نمیتونین ترکام است، مثلا ترکام در این طرف سرحد هم داریم، در اون طرف ترکمنستان داریم، در این طرف ترکای خودمون هم داریم، ترکمنای خودمون هم داریم. شما نمیتونین با هم با اگر این ایده باشه که شما هم یک جا بسازین دیگه، من فکر میکنم که شاید ممکن هم نباشه. نظر من مترست. ببخشید. بسیار تشکر صاحب. اشاره کردیم که ما خیلی قیدگیری میکنیم، ما در همه چیز قیدگیر هستیم. اگر امی یک مقایسه کنه با کشورهای همسایه ایران و پاکستان، امی دو کشوره که هی ما میگیم ما را در بدر کرد، ما را خاک بسر کرد، از نظر این حقیر ما خود گپ می. تا زمانی که داود خان بود ما حکومت داشتیم، چرا یا ما را بدبخت نمیتونست. خب او سقوط کرد، حکومت سقوط کرد، واقعیت نمیست. بعد از اون و دپای منافع خود است.
هیچ وقت نواز شریف یا آیت الله خمینی تعهد نکرده که منافع افغانستان رو تعقیب کنه. چیزی را که من در کتاب آقای جنرال قادر خواندم، ولی یکم اونام در این مسئله یکم دقیق نبودن. اوی بوده که وقتی که خط دیورند آقای دیورند آمدن و خط کشیدن از اون طرف تا اون طرف از کرم جنسی و من نفهمیم، این زمان است که هنوز پاکستان ایجاد نشده. هند برطانوی است و امو گورنر برطانوی به نام ملکه اونجا حکومت میکنه و این قرارداد هم وقت که امضا شده، عبدالرحمن خان امضا کرده. کل مفادش به یاد من نیست، ولی این میگم که قرارداد با گورنر هند برطانوی امضا شد، نه با کس دیگه. و بعد از او یعنی این قرارداد اصلا با انگلیسا امضا شده. اما چون وقتی که این سرزمین آزاد میشه، میراثدار همون قرارداد امی هند برطانوی است، ولی هند برطانوی چون به دو قسمت تقسیم میشه، با هند و پاکستان، بنابراین پاکستانیا خودشان به اساس حقوق بین الملل عمومی میراثداری قرارداد میدانند و میگن که این قرارداد وقتی که امضا شده با اگرچه که با بریتانوی ها امضا شده، ولی چون ما حال در اینجا هستیم، صاحب سرزمین ما هستیم، بنابراین میراثداری قرارداد ما است. دوباره به افغانستان حداقل ما راضی هستیم به افغانستان دوران داوود خان برگردیم، با مو پیشرفتی که همون وقت داشتیم به مو برگردیم، همون به ما کافی است فعلا. ما گمان میکنم. تشکر. انجینر صاحب محسن بفرمایید. تشکر بسیار. سلام و احترامات و همه شما تقدیم میکنم. اصلا موضوعات بسیار زیاد شد، من نمیفهمم که از کجا شروع کنم. ما در یک موضوع دست بلند کرده بودم، باز موضوع دیگه در بین آمد، باز یکی دیگه هم در بین آمد. با او اساس ما متر قاطی پاتی یک چیزی میگم دیگه. با ما شکل دغدغه پشتونا یک چیزی براتون مطرح میکنم دیگه که دغدغه نشوه. به هر صورت اصلا ما شما مسائل تاریخی را که مطالعه میکنیم، هر چیز در تاریخ خودش باید مطالعه کنیم دیگه. تو نشوه که به مثل داستان واری یک مسئله را بدون بی دیگه بسته کنیم و ایره بگویم که به می شکل پیش بروه. اگر از جنرال قادر محسنی صاحب وقتی که از کتابش قصه کرد، او هم شکل داستان توضیح کرد، شاید قادر به شکل نوشتن نکرده باشه. قسمی که حاطف صاحب توضیح داد و قرآن نمیفهمی را کی توضیح داد که قرآن سر میز ماندن و افغانستان ما گفتم از قول قادر یه هم شکل داستانی بود، افغانستان میزش خالی بود، نه شکل داستانی بود. به خاطر از اینکه ایره حادثه باز یک کمی به اصلاح ساخت. اصل معاهده دیوران در وقت انگلیسا شکل گرفته که وقت امیر عبدالرحمن خان بود، که بسیار پیش بود. وقتی که انگلیسا رفتن از منطقه دیگه، همون منطقه که به دست انگلیسا بود، این هندی برطانوی، او با مو شکل ماند و دوله بنا به شد که یک مملکت نو ساخته شود که اون مملکت نامش باید پاکستان باشه. خیلی از مردم، خیلی از سیاستمدارا، حتی از علمای دینی مخالف ساختن پاکستان بودن. از دو جمله معروف ترینش که من میتونم نام ببرم، یکیش مولانا مودودی مخالف ساختن پاکستان بود. همین پدر مولوی به اصطلاح مولانا، حالی که در سیاست چیز میکنه، رهبری میکنه، مشهور هم است. ما یادم رفته، لیکن در رابطه ما یک لیست باز براتون میتم که تقریبا 12 کسا از امیر رهبرای دینی به اصطلاح علمای دینی مخالف ساختن پاکستان بودن و از جمله خان عبدالغفار خان هم مخالف ساختن پاکستان بود. باز اونا طوری کردن که اگر کسی مخالف ساختن پاکستان است، یعنی به این معنی که با هندوستان میره، باید اینجا هر کس موضع خود روشن کنه. باید اینجا یک ریفرندوم شد که پسان مثلا جای پشتونخوا که است، اینجا ریفرندوم شد و در ریفرندوم اینا اینجا چالاکی کردن. با مردم دو تا چیز ماندن که یکی به اصطلاح به حسابی که قسمی که حاطف صاحب یا شما گفتین که قرآن بود و یکیش هم مثلا خلاف قرآن دیگه. قرآن یعنی ساختن پاکستان و خلاف قرآن چیز. و مردم مجبور شدن با قرآن رای دادن که به اصطلاح اینمی
پشتونخوا یا بلوچستان هم با پاکستان آمد. در غیر از او اینا نمیخواستن با پاکستان بروند. اما شکل خلاصه شما گفتم که البته نامه و کسایی که مخالف پاکستان بودن بسیار لیستش دراز است، بسیار، یعنی اکثریتشان مخالف ساختن پاکستان بودن. باز با مرور زمان یا مجبور شدن که چون ایجا اما قوت نظامی به اصطلاح قدرت به دست نظامی افتید، اینا مجبور شدن که با چیز جبری به اصطلاح مهاجرتای جبری و به چیزا تن بتن. خب به هر صورت آمدیم در رابطه خط دیورن و یکی پشتونا در اوجا خوش هستن و ما در اینجا خوش هستیم یا خف هستیم. این یک مسئله بسیار معلوم میشه که این مسئله یک ذره مغلق رقم واری است به حساب ازی که او طرف هم زیادتر مردم است که با پاکستان عالم خوش نیستن و نمیخواه با پاکستان بروند. کم از کم اگر با افغانستان نمیاین میخوان که از پاکستان خود جدا کنن. و شما که گفتین که او مردم هر قسمی که دلشان است، هر کس که میره بروه با پاکستان حتما میره، لیکن او مردم اصلا نمیخواه با پاکستان بروه، میخواه مستقل باشه. اگر با افغانستان نبیایه میخواه مستقل باشه. و شما میتونین که جریانات مبارزاتی مردمای مثلا پشتونا را، بلوچا را یا را تعقیب کنین، بر شما معلوم میشه که این مردم چقدر در اونجا مشکلات دیدن و چقدر مبارزه کردن و هنوز در مبارزه جریان داره. این مسئله است. و اگر بگویم که خط دیورن از نگاه حقوقی چی اهمیت داره، این را باید ما شما فهم. حاتب صاحب خو به اصطلاح در وزارت خارجه هم کار کرده و سیاستمدار هم است، لیکن امی خود خط دیورن از نگاه بین المللی و از نگاه حقوقی چی اهمیت داره، سرازی ما شما باید بحث کنیم که آیا این خط از راستی سرحد است. قسمی که عاطف صاحب گفت که مثل تاجیکستان هم مثلا یک سرحد داره، او طرف هم تاجیک است، این طرف هم تاجیک است، و اوجا مثلا ازبکان است و او طرف هم ازبک است، این طرف هم است، و همچنین در ایران. آیا این سرحد است یا سرحد نیست؟ اگر سرحد باشه خب خطش معلوم است که واضح است که او طرف که اگر کسی زندگی میکنه در او طرف یک مملکت است و این طرف هم یک مملکت است. و اگر سرحد قبول نشده باشه، به شکل سرحد نباشه، بازو اما حقوق سرحد شدن نداره. خط دیورانه تابال به اصطلاح مردم افغانستان به صفت سرحد قبول نکرده. افغانستان نه تنها مردم افغانستان بلکه مردم سرحدی که ما شما سرحدی میگیم، که اونا سرحدی میگه، پاکستانی را مردم سرحد میگه، یعنی قصدن نام امی یک صوبه اونا صوبه سرحد مانده بودن، به خاطر از اینکه در ذهن مردم همونطور جای پیدا کنه که صوبه سرحد است، یعنی سرحدی ما تعمیج است. لیکن مردم این سرحد قبول نکرده و قبول هم نمیکنه. این را خط میگه، او مردم هم خط میگه. یعنی حاتب صاحب هم گفت که او آدم میگفت که لاین است و این طرف آدم میگفت که مثلا این کرخ است. یعنی به این معنی که او مردم هم به صفت سرحدی را قبول نمیکنه، به صفت انوز لاین میگه او مردم هم. یعنی مردم های عوام دیگه به اصطلاح. لیکن دولت پاکستان که میراثخور انگلیس است، او یک چیز واضح است که شاید اونا قبول کنن به صفت سرحد. و خود انگلیس ها هم میراث به صفت سرحد قبول نکرده بودن و نخواسته بودن که را سرحد کنن. اصلا مشکل انگلیس ها دی بود که افغانستان در وقت به شکل یک به اصطلاح مملکت هم نبود که یک ساحه بین روس، دولتای روس و انگلیس ها باید چیز شود، منطقه باشه که به اصطلاح بفر زون کی را میگفتن که بین دو قوتا، بین دو قدرتا یک چیزی جدایی باشه. این بسیار مشهور است که افغانستان به صفت بفر زون بود. و وقتی که بعد از تمام مسائل عبدالرحمن خان به قدرت رسید که بسیار مردم هم شکایت داره که ظالم ترین هم بود و او میخواست که یک اداره منظم جور کنه که از می حالت به دولتی برایه. پیش از عبدالرحمن خان اصلا یک سیستم دولتی منظم در افغانستان موجود نبود و عبدالرحمن خان خواست که شکل سیستم دولتی منظم بده و او
از طرف سرحد مثلا از طرف انگلیسا بسیار مطمئن نبود. از او خاطر خواست که با انگلیسا به اصطلاح قرارداد امضا کنه که کم از کم امی ساحه‌ای که در کنترلش است از تعرض انگلیسا در امان باشه. به این خاطر عبدالرحمن خان را امضا کرد و سریازی ما شما اگر صحبت کنیم این مسئله چیز است. آل احمدی صاحب دست بلند کرده. ایرا ما میتونیم سری موضوعش بحث کنیم که این مسئله خط براستی چی است و اصلا از نگاه بین المللی و حقوق بین المللی چه اهمیتی داره. سر از این مسئله اگر کم کم بحث شود شاید این مسئله واضح شود که خط است و مردمی را به اصطلاح همونطور سرحد بشماره یا نشماره. لیکن یک چیزی را ما قبول دارم که حاتب صاحب از دلسوزی گفت که مردمی که به اصطلاح حکومت‌های افغانستان و مردم افغانستان که ذلیل و خوار شدن از طرف پاکستان که شدن یک علتش اینمی خط است که اگر خط اونا در تشویش هستن اینمی تشویش از هم ای را به اصطلاح بر ما شما روشن میکنه که این خط است، سرحد نیست. به خاطر از که او همیشه در صدد هستند که در افغانستان یک مملکت ضعیف باید باشه و مملکت ضعیف به خاطر ازی باید باشه که اونا دعوا نکنه و او دعوایی که دعوای بسیار دیرین اضافه 100 سال میشه که دعوا مردم افغانستان داره. چرا در وقت 1919 در وقت شاه‌مانله وقتی که اعلان آزادی هم شد در او وقت هم خط دیوران رد کرده بودن، عملا رد کرده بودن، یعنی گفتن که ما قبول نداریم. لیکن اینکه چقدر زورشان میرسید اون مسئله دیگه است. سر مسائل حقوقیش اگر ما شما بحث کنیم یک ذره بهتر میشه. تشکر از شما. تشکر انجینر صاحب. حتما یک برنامه در مورد خط دیوران میگیریم، از نظر حقوقی کندوکاو میکنیم که چی رقم است و واقعا نیاز جامعه ما هم است. در فرمایشات شما چند سوال است که در مو برنامه انشاءالله جواب داده شد. مثلا شما یک بار گفتین که مردم بین خط صوبه سرحد آزاد قبایل اگر نخواه قد افغانستان به قد پاکستان هم نمیخواه بره. این گپ درست است، حق از اوناست که چه رقم باید زندگی کنه، ولی سوال که مطرح میشه است که چرا افغانستان دایه داری از این گپ باشه که باز بعدا دمو برنامه ریشه ای ارزیابی میکنیم. بعد از او برمیگردیم سر ریشه های نفاق در افغانستان، بعد از او خط دیورند میگیریم. یعنی وقت کافی برای تحقیق است. دوستا اگر همی گپ بررسی کنه خوب است. بعد از خط دیورند هم یک مقایسه میکنیم حکومت خود، همی حکومتای خود، خود حکومتای کشورهای همسایه که همی بدبینی هم باید از بین بره. ما بخی تحقیر شدیم در مقابل کلگی. هی ما بد هستیم، ما نداریم، ملت ما بد است، حکومت ما بد است. در بسیار چیزا وقت آدم تحقیق میکنه خلافش ثابت میکنه. یک عرصه بسیار کوچکی که من تحقیق کردم، مثلا ادبیات دیوانی افغانستان، یک ادبیات بسیار فاخر است و بسیار دقیق. حال فرمایشات احمدی صاحب گوش میکنیم و این برنامه را ختم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من صحبت های جناب آقای عاطف عزیز شنیدم، بسیارش قابل تایید است. تنها یک مسئله که سر پشتون های افغانستان ظلم شده و اونا از سواد و از اینا مخصوصا محروم ماندن، در این قسمتش من موافق نیستم. البته به صورت عموم اگر ما صحبت کنیم، تمام نظام های افغانستان که بودن، نظام هایی بودن که به نام مسلمان بودن، شاید قلبا هم اسلام دوست داشتن، اما من خودم که 20 سال در افغانستان بودم، قرآنایی که در مسجدهای ما خوانده میشد از پاکستان که اکثرش آمده بودن بدون معنا بود. وقتی که ما قرآن به این بزرگی را ازش استفاده نکنیم، طبیعیه که وضع ما خوب نمیشه. خداوند میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، تا که مردم سرنوشت خود، عادتهای خود، منفی خود تغییر نمیشه. مخصوصا همین 20 سال که کشورهای اروپایی و امریکا و سایر کشورها در داخل افغانستان آمد، یک چانس نسبی خوبی بود. در این قسمت مثلا اهل تشیع مخصوصا، ولی بخصوص
ملیت شریف هزاره زیاد در قسمت یاد گرفتن و تحصیل و تعلیم یا زحمت کشیدن و قدرشون میدانستن. ملت شریف پشتون چون اکثرا حاکما از این طرف بود قدرش نمیدانستن. بسیار از دوستای ما که در امریکا هستن اونا میگن سیاهایی که مثلا اجدادشان به عنوان غلام و اینا در امریکا آمدن اونا به اصطلاح ضعیفتر هستن نسبت به افریقایایی که آل بانوان پناهنده میرن. نینا بسیار با درجه عالی از نگاه علمی و از نگاه اقتصادی بالا رفتن. یعنی در کل امو یک طرحی که من دارم که میگم که ما مراجعه کنیم به قرآن و قرآن میگم روز 10 دقیقه با معنایش هر کدام ما بخوانیم. اگر یک آیه شریفی قرآن است که میگه اگر ما محجور کنیم قرآن روز قیامت پیامبر ما شکایت میکنه. این یک کتاب زندگی هست، ما او رو بر دعا یا بر عروسی سر عروس میمانیم یا در خانه، اما این کتاب زندگی است که چون ما استفاده نمیکنیم از سبب رقمی. خود فرمول شده قرآن میگه که میگه مسابقه در خیرات بکنین در تمام ابعاد من جمله آموزش و اینا. تشکر احمدی صاحب. عاطف صاحب بفرمایید. در رابطه با مسئله خط دیورند از لحاظ حقوقیش بسیار کوتاه بازور کندوکاو برنامه کلان میکنیم. از لحاظ حقوقی ما دو نوع شخصیت های حقوقی داریم، یکی شخصیت حقیقی است، یکی شخصیت های که میگن شخصیت حقوقی. نام شخصیت حقوقی است شخصیت حقیقی. شخصیت حقیقی همین انسان هستند، همین شخصیت های حقوقی همین نهادها هستند، چی نهاد حکومت باشه، چی نهاد مثلا یک اداره باشه، چی یونیورسیتی باشه، چی دانشگاه، اینا کل شخصیت های حقوقی هستند، چی شرکت های تجارتی اینا. و یک دولت هم یک شخصیت حقوقی است در سطح بین الملل، در سطح جامعه بین المللی یک شخصیت حقوقی است. وقتی که اینا قرارداد امضا میکنن، قرارداد بین شخصیت های حقوقی امضا میشه. حال وقتی که ما میگیم شخصیت حقوقی، باز کل مردم کشور شخصیت در جمع می شخصیت حقوقی، ولی کل از اینا نمیتونن برن قرارداد امضا بکنن که بعد از اون قرارداد مورد قبول واقع شه. با نمایندگی از شخصیت های حقوقی یک فرد که با صلاحیت است در عموم مقطع تاریخی میره این شخصی قرارداد یا موافقت نامه در رابطه که باشه امضا میکنه. و قرارداد خط دیورند هم یا این سرحد یا خط دیورند یا چی که بگین توسط نماینده با صلاحیت افغانستان، شاه امو وقت افغانستان انتخابی نبوده، چون وقت انتخابی نبوده، ولی یک شاه بوده که حاکمیت در پیش بوده، قدرت در پیش بوده که عبارت از امیر عبدالرحمن خان باشه، به عنوان نماینده شخصیت حقوقی که افغانستان من یک شخصیت حقوقی، نمایندهش امیر عبدالرحمن خان اینمی قرارداد امضا کرده. در کشورهای دموکراتیک وقتی که قرارداد امضا میشه از لحاظ بازم از لحاظ حقوق بین المللی این میره به پارلمان، بعد از اینکه پارلمان پاس میکنه بعدش مریولجا واقع میشه. ولی در کشور در حکومت‌های مطلقه مخصوصا در اون زمان دیگه پارلمان وجود نداشت، همون نماینده همون شخصیت چی پادشاه بوده چی گورنر بوده همون که امضا میکرده به عنوان نمایندگی، اونمو قرارداد رسمی بود و قرارداد قانونی و در سطح بین الملل قابل شناخت است. بنان به اساس از این مسئله ما میگیم که قرارداد وقتی که امضا شده توسط نماینده افغانستان امضا شده، نماینده با صلاحیت. ما عبدالرحمن خان نمیتونیم بگیم نماینده به صلاحیت نداشته، پادشاه بوده، امیر افغانستان بوده و به نمایندگی از این شخصیت حقوقی که افغانستان باشه امیر امضا کرده. از لحاظ حقوقیش ای کوتاه، ولی باز در برنامه کلانش از لحاظ حقوقیش باز این مسئله را بیشتر برش بپردازیم ان شاء الله. بسیار تشکر. بیننده های گرامی، تشکر که تا این لحظه با رادیو کتاب بودیم. عنوان برنامه بود افغانستان سرزمین مظلوم. منظور ما انتقاد به خود ما بود، به روش دولت مردای ما، در روش مردم ما، گرچه بسیار سخت است که بگوییم مردم ما مقصر است، چون مظلوم ترین، با غیرت ترین و سخت کوش ترین و سخت کش ترین مردم امی افغان است. به هر صورت ما در صدد هستیم حقایق تاریخی را تا او جایی که میتونیم افشا بسازیم. در این برنامه صحبت‌های شد در مورد جنگ افغانستان و پاکستان و اشارات هم به هند شد که به نظر من خیلی کارساز بود، چون احساسات عمومی عجیب به نفع هندوستان است. اگر هندم به مقدرات ما مسلط شود باور کنین که از پاکستان بیشتر ترحم نمید. امیدواریم با ما همراه شوین، بیاین که برای افغانستان، برای خود، برای ملت خود و به نفع
ایجاد دولت که با معیارهای بین المللی استوار باشه با هم کار و تلاش کنیم. رادیو کتاب از خود بدانین، از شما هست. نقد کنین، سابسکرایب کنین، لایک کنین. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.